مثل اینکه شما خوب فارسی صحبت میکنید. بله صحبت کنیم دیگه. 6 ماه اینجا که باید یاد گرفته باشیم. قبلا هم یاد گرفته بودید؟ بله. خب چطور وضعتون؟ همینطور که میبینی دیگه. خب از لحاظ وضع سکونت، غذا، بهداشت والا خوبه دیگه. چیکار کنیم؟ ما باید بسازیم. نه خب مثلا کمبودی، اشکالی، نقیصه‌ای وجود داره میشه برطرف کرد. نه از اون اشکالا که وجود نداره. اشکال کار فقط یکی اصلیه که همین که اینجا هست. همین که اینجا هستیم. امیدواریم ان شاءالله که زمامداران مستبد عالم سر عقل بیان. ان شاءالله. اون مجرم ایرانی رو بدن، شما ان شاءالله با سلامت و راحتی برگردید و برید. ان شاءالله. خب بفهمید نمیشه. بخشی ما چیزی نداریم اینجا تعارف کنیم براتون. خلاصه بچه بعضی موقع شیرینی میارن ولی روز هم نیاوردن دیگه که ما تعارف کنیم. کسی که اضافه بیاد باشه. شما وسیله مطالعه و اینها داری؟ بله. کتاب داری؟ بله. وضع بهداشت خوبه؟ وضع بهداشت خوبه. چیز نیست. چیز همون میریم و چیز اینجا هست. لباسشویی و اینا هست. در این اتاق تنها هستید شما؟ بله. پس بیشتر وقتتون به مطالعه میگذره؟ بله. چند وقت شما ایران بودید؟ من قبلا 4 سال ایران بودم. والا یه اشکالی که داره اینه که خیلی تعارفی هست. البته این که از خصوصیت ایرانی ها هستن و وقتی که مهمون میاد دلشون نمیخواد که مهمونشون برن اصلا، هی میخوان مهمونشون نگه دارن، هی بیشتر بمونن. منم هی میگم بس، میگن نه آقا بیشتر بمونی. من میگم بس، میگن زوده بیشتر بمونی. این تعارفی زیادی بعضی موقع آدم یک کمی ناراحت میشه، ملول میشه. البته اینا هیچ دلشون نمیخواد شما بمونید اینجا. برعکس میگه که من اطلاع دارم هم بچه‌ها و هم همه ملت ایران، چون این بچه‌ها هم خودشون نیستن، اینا در حقیقت یه نموداری از احساسات مردمه. این دلشون نمیخواد شما اینجا باشید، برعکس دلشون میخواد که هر چه زودتر شما برید. منتها خب این کلیدش دست اینها نیست، دست ما هم نیست، دست اون کسانی است که حاضر نیستن به خواسته به حق یک ملت جواب بدن. این تصدیق میکنید شما که محمد رضا پهلوی باید بیاد اینجا محاکمه بشه؟ من حرفی ندارم در این مورد. یعنی فکر میکنم هر آدم منصفی این مسئله رو خیلی روشن میتونه بفهمه. اون مجرمه، باید بیاد اینجا خب محاکمه بشه. تو اون که شکی نیست، یعنی اون در مجرم بودن اون که شکی نیست. خب مسئله ماها هستیم فعلا. فکر کنم این مسئله رو مشکل کرد. اونها بیان و شما هم بتونید برگردید سر خون زندگیتون، برید و در وطن خودتون باز به کارها و خدمات خودتون مشغول باشید. اتفاقا من بارها به بچه‌ها گفتم موقعی که ایران بودم، هم اون بار قبلی و این بار مخصوصا این بار، هیچ از نظر برخورد با ایران هیچ اشکال و ناراحتی نداشتم. مردمان بسیار مهربان و مهمون دوست هستن. بله وضعشون از لحاظ مکان که بسیار خوبه، اتاقهای تمیز و منظمی دارن. از لحاظ وضع غذا و بهداشت و حمام و اینها هم من از همهشون سوال کردم، کلاً راضی هستن. حتی از لحاظ غذا و وضع به اصطلاح زیستشون خیلی خوشنودن. غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن. 2-3 درخواست داشتن که اینها رو من یادداشت کردم که به برادرهای دانشجو بگم که انشالله اونها رو تأمین کنن. کتابخونه بسیار خوبی دارن که من رفتم تو کتابخونه و دیدم یکی از همون آقایون امریکایی مشغول بود که کتابی جستجو میکرد که مطالعه کنه. یکی از همون گروگان ها رئیس کتابخونه است، مسئول کتابخونه است و رسیدگی به امور کتابخونه با اونه و کتاب میان میگیرن میبرن تو اتاقهاشون. 3 تا 4 تا بیشتر کتاب هست. 2 تا از خانم ها من دیدم توی اتاقشون تلویزیون داشتن استفاده میکردن و بعضی دیگه شون هم گفتن که از تلویزیون استفاده میکنیم، ولی مسئله تلویزیون ظاهرا مال خیلی پیش نیست، شاید مثلا